ناخوشایندترین خبرهایی است که میتونه از افغانستان به گوش رهبران جمهوری اسلامی برسه. چرا؟ چون طالبان تا حالا ظرف این 10 سال گذشته که آمریکا حمله کرد به افغانستان، تا حالا ظرف این 10 سال با آمریکا و ناتو در حال جنگ بوده. این جنگ در واقع در همون جهتی حرکت میکرده که جمهوری اسلامی حرکت میکرده، یعنی ضربه زدن به آمریکا و ضربه زدن به سیاست‌های آمریکا و ناتو در منطقه و تلفات سنگینی وارد شده به نیروهای آمریکایی و ناتو و خسارات مالی زیادی هم وارد شده در این جنگی که طالبان با آمریکا انجام میداده. خب برای جمهوری اسلامی چیزی بهتر از این نبوده که طالبان همون سیاستی رو تعقیب میکرده که در این مورد البته که جمهوری اسلامی تعقیب میکرده، یعنی ضربه زدن به آمریکا. در واقع هر دوی اونها، هم طالبان هم جمهوری اسلامی، با وجود اختلافات که با وجود که هر کدام میخوان خودشون رهبر جهان اسلام باشن، چنین ادعای جمهوری اسلامی که داره و طالبان هم اگر بتوانه یک زمانی داشت و اگر بتوانه باز هم چنین ادعای خواهد داشت، ولی بر اساس اینکه میگویند دشمن من دوست منه، چون اگر اینها حتی دشمن هم با هم می بودن، طالبان و جمهوری اسلامی، چون هر دوشون با آمریکا دشمن بوده اند، بنابراین برای هر دو اینها خوب بوده که با هم همکاری بکنن و جمهوری اسلامی هم در این منطقه انواع کمک ها رو به طالبان میرسونده که بیشتر بتونن سربازان آمریکایی رو بکشن. حالا که موضوع صلح بین طالبان و آمریکا به صورت جدی مطرح شده و طالبان هم اونو علنا اعلام میکنن، جمهوری اسلامی میبینه که اگر این مذاکرات بین طالبان و آمریکا به موفقیت برسه و جنگ در افغانستان تمام بشه، امید جمهوری اسلامی برای اینکه نفوذش رو گسترش بده در افغانستان برباد خواهد رفت. بنابراین رهبران جمهوری اسلامی حد اکثر تلاششون رو دارن به کار میبرن که هم مانع تصویب نهایی پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان بشن، هم مانع صلح بین آمریکا با طالبان بشن. یکی از راههایی که جمهوری اسلامی میکوشه که مانع این برنامه ها بشه این است که از دادن رشوه است، یعنی رشوه میده به مقامات پاکستانی، به مقامات افغانستان برای اینکه مخالفت بکنن با پیمان امنیتی. منابع آمریکایی گفتن یک جلسه‌ای که در همین 2 ماه پیش در افغانستان تشکیل داد کرزای برای اینکه شیوخ و عشایر بیان و بررسی کنن، نظرشون رو بدن درباره این پیمان امنیتی با آمریکا. در اونجا معلوم شد که جمهوری اسلامی میلیون‌ها دلار به گروهی از این کسانی که در این جلسه شرکت داشتند رشوه داده بودند تا اینها با پیمان مخالفت کنند، ولی بالاخره اکثریت کسانی که شرکت کرده بودند با این پیمان موافقت کردند. ظاهرا بعضیشون هم پول رو گرفتن از جمهوری اسلامی، هم خلاف نظر جمهوری اسلامی رأی دادن. رشوه دادن جمهوری اسلامی به مقامات افغانستان که سابقه طولانی داره، خود کرزای هم کیسه های پر از دلار میدادن که خود کرزای رو تایید کرد. اما در مورد رشوه دادن این روزها کار بسیار بالا گرفته و هم به مقامات دولتی میده، هم به شیوخ میده، شیوخ عشایر میده، هم به نمایندگان پارلمان میده. در این زمینه خانم شکریه برکزای که عضو پارلمان افغانستان هست، رئیس کمیته دفاعی پارلمان هست، گفته است که دولت ایران یک سرطان برای افغانستان و مثل سرطان همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی افغانستان را با رشوه‌های خودش آلوده کرده. یک نماینده دیگه پارلمان خانم فوزیه کافی میگوید که دولت ایران هم شبکه گسترده‌ای در افغانستان داره، هم پول زیادی خرج میکنه و عوامل دولت ایران میرن پیش نمایندگان مجلس و پول میدن و به اونها میگن این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید. و چون پارلمان به زودی قرار است که به این پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان رأی بده، بنابراین دولت ایران هم فعالیتش خیلی زیادتر کرده برای اینکه نمایندگان مخالفت بکنن. این رشوه دادن ها، اون درگیری های مرزی، اون مانور نظامی در نزدیکی مرزها و گزارش هایی که میرسه جمهوری اسلامی حتی برای اینکه طالبان رو تشویق بکنه که با آمریکا مذاکره نکنن، به صلح نرسن، دفاتری در اختیارشون قرار داده که آزادانه در تهران و مشهد
در مرز افغانستان فعالیت میکنن. اینها همه اقداماتی هستند که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه جلوگیری بکنه هم از اون پیمان امنیتی، هم از مذاکرات صلح آمریکا با طالبان. و قراره که این پیمان امنیتی ظرف چند ماه آینده تا بهار تکلیفش به طور نهایی روشن بشه و مذاکرات بین آمریکا و طالبان هم قرار است به زودی انجام بشه. و تا امروز همه نشانه ها حاکی از اینه که در هر دو مورد تصمیماتی گرفته خواهد شد که به زیان جمهوری اسلامی خواهد بود و همه این هاست که جمهوری اسلامی رو سراسیمه کرده و تلاش میکنه با ایجاد بحران با هر وسیله‌ای که در اختیارش هست از جمله رشوه دادن جلوی این کارها رو بگیره. همطور که می‌بینیم در منطقه خلیج فارس تهدید میکنه که تنگه هرمز رو میبنده. همه میدونن این در واقع به منزله خودکشی خواهد بود برای رژیم، ولی ظاهرا رژیم کارش به جای رسیدی که وانمود میکنه که حتی آماده خودکشی هم هست. جناب مدنی عزیز، ما فقط 5 دقیقه فرصت داریم و من میخواستم اصلاح کنم تو این 5 دقیقه یک بررسی بکنید اوضاع سوریه رو.